خوش اومدیم به این ویدیو. من افراد مستر گیم هستم. اومدم ادامه ماینکرافت سروایو پارت 2. امروز اگه بتونم یه ویلیج پیدا کنم خیلی خوب میشه. صدا بازی رو خیلی کم کردم که صدام براتون قشنگ بیاد. خب بریم ادامه بازی. خب اومد کنم. خب خب خیلی گشنم و گاو بکشم. شب شده باز رو خواب بخوابم. هوا به شب بخور بچه نمیخوابه. فکر کنم هنوز شب نشده. خود خری، نه اینکه مثل خری. اصلا مصدری، معنی مصدری میده. خر بودن تویی، تجسس. اصلا خر رو تو حس گذاشتن اگه این کارو بکنی. یعنی تو بودی که خر از تو یاد گرفت خر شد. خب قرار بود توی این پا توی قاره بگردیم. نه یه قاره. خب یک دونه بد اینجا بذارم که مالدم باز دوباره اینجا اسپام بشه. این دفعه خوابید. نایس. اینجام ندارم. گوشنم واسه کم غذا بپزم. برم. خب زغال بذاریم غذامون درست شه، بعد بریم سراغ قاره که ببینیم میتونیم توش دایموند پیدا کنیم. قاره که دفعه پیش گشتم توشو خیلی بزرگ بود که تونستم 10 تا آهن پیدا کنم توش. این دفعه ببینیم چی پیدا میکنم. تا موقع هم میذارم آهنم بپزه. واسه این زغالا رو بکنم لازم میشه. خب آروم برم که دمیج زیاد ندارم. آروم. آخه زیاد دمیج نخوردم. بکنم یک دونه خوردم. یکاش سطل آب درست میکردم. سطل درست میکردم آبش میکردم تا قد دمیج نخورم. آی برو بالا. بادا سریعتر. خب آی برو بالا. فکر اینجا هیچی نبود.
یکی الان میسوزه. خب بازم گشنم، سری گشنم میشه. راه اینجا رو ببندم. آی نمیر آخش نه آخش به موقع چیز شد، به موقع رفتش. الان من بلاک ندارم، باید چیکار کنم؟ بکنم اینو بسوزم. بله سوختم. مشکل داری بینا، داریم زحمت میکشیم، تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده. ای بابا حالا بریم یکم اول بلاک بکنیم، بلاک درت بکنیم. درت خیلی لازم. خب باید حداقل یه استک درت لازم دارم. تا الان شد که 20 تا. کم کم داره جور میشه. من 39 تاش رسیدم به سنگ. خب اینجا خیلی راهش بد ساختم، واسه درستش کنم. خب این کرافتینگ تیبل هم اینجا بذارم. سس درست کنم پایین آپه دیدم دیگه. خب یک دونه سطل درست کنم، بقیه رو نگه میدارم. یا کلنگ درست کنم، کلنگ لازم میشه. خب چوب ندارم، برم چوب پیدا کنم. کلنگ تبر چوب رو بردارم. بالا خب بذار چوب بکنم. خب اگه من بتونم توی این پارت و توی این قسمت بتونم دایمن پیدا کنم خیلی خوبه. میتونم براتی برم ندر. اینجا هم یه درخت گندگی رو ندیدم.
خب حالا همه چیزمون جور شد. اینو بذاریم. خب اینم تیک درست کردم. خب اینجا هم یه دونه کلنگ آهنی درست کردم. حالا بریم. به نظرم یه دونه تبر هم درست کنم خیلی خوب میشه. بتونم کل ستم هم آهنی کنم خیلی خوب میشه. این اول یه دونه تبر درست کنم. نتونستم کلاچ کنم. کبود چون آهن بایستی یک کرافتینگ تیبل درست کنم. یکی از برای آهنیمون درست استفاده کنیم از چیز استفاده تبر سنگی درست کنم. بخش کلنگ سنگی درست کنم. بکنیم. فکر کنم توی این قسمت بتونم خودمو فول زرام و همه آهنی کنم. اگه بشه خیلی خوب میشه. خب اینجا می آهن دیدم. خب تارش اینجا بزنم چیز دیگه نیست. چقدر اینجا آهن زیاده. اینایم بکن. خب زغالم خیلی لازم داره. خب این تورچ اینجا بازم آهن بکنمش. هنوزم گشنمه. باید من کلی روزم گیر بیارم. خب رسیدیم به بنبست. باید این را ببرم. این راه دیگه هم. خب ساس من ببرم ببرم. جاش تنگه. خیلی جاش تنگه.
کم باز نه آهن پیدا کردم نه میشه خب آره بتونم از اینم بکنم خیلی خوب میشه خودشون ولی اگه اینا نباشن که کار نورانی نیست دیگه. برگشتم سر جای اول What the fuck چند تا الان دارم 16 تورچام تموم رفت با چه کار کنم اینجا چقدر آهنه زغالم پیدا کردم باید حتما بکنم من فکر کنم یک کم زغال داشته باشم که آره دادم خب این توش بزنم که هیچی نیست این دفعه از این ور که بومبسته بکنم هیچی نباشه حتما بومبسته بیاریم دیگه برگردیم سر جام خب حالا از اینجا بریم بالا برو بالا قم موجش زیادی کسی نمیشه رفت بالا قصد برو داره کم کم میره که جا میره عالی شد عالی شد. برو بالا برو بکنم اینجا رو گشتم هیچی نبود اینا آهن اینا هم بکم اینا خیلی لازم میشن فکر کنم الان بتونم یه دونه ست آهنی بزنم لباسمو همه رو کامل کنم فکر کنم این قار دیگه چیزی نداشته باشه برگردیم بیرون ازش ای بابا باز داره به بومبسته بخورد حالا از گروه و باید بریم بیرون از این قار خورد از این ور بود فکر کنم از همین ور بود احساس میکنم راهو گم کردم خب این قاره تا حالا نیومده بود خب اینجا هم که بومبسته چه هر جا میرم بومبسته مشکل داری بینا داریم زحمت میکشیم تو نمیدونی چه بلای سر ما اومده یعنی چی خب خب آهنم که
تموم شد باید برگردم بالا. فکر کنم راه از این ور بود. نه اینجام نبود. یعنی چی راهو یعنی گم کردم. ظاهره رفتم همینجا. کار دیگه هست. خوب اینجا ایزی کنم زغال هست. زغالشو بکنم. قشنگ یک دونه زغال روی کجا وایستاده بود. کندم که من بالا نفس بگیرم. این بالا میکنمش. یک تاج اینجا که فقط آهن همش هم زیر آبه. بکنیم باز به بنبست. بهتر که خودکشی کنیم که به جایی که بدون گذاشته. که پیدا نکنیم که باز هم میکنیم. بعد گم شد. حالا باید بریم لابا. اینو بندازم. این تیبرم بکنم. نکنه فرنست رو جا گذاشتم. بابا با بگم دوباره فرنست رو آتاش. حالا محمد بندازم. مثلا کلنگه این کارجا مثلا لازم ندارم. دونه هم به درد نمیخورم. صندوق هم لازم بود ولی بدش کن. درختم نه، اینام نه. همه رو بندازم دیگه. فقط اینا باشه. حالا بریم بالا. تونستم حالا من برم بالا. گیر کرد. فرنست رو بذارم اینجا. زغالا آهنه. خب
خب بچه دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین. لایک گذاشتین. بچه دمتون گرم که این ویدیو رو نگاه کردین. این پارت دوم. پارت سوم من براتون میذارم. لطفاً کانالای یوتیوبم و روبیکا و آپاراتم حتما دنبال کنید. لایک هم فراموشتون نشه. تا ویدیو بعد، خدا نگهدارتون.